عجله کن توالت، آخرش به جشنواره کابوس شب نمیرسیم ها. تو اون پدر بزرگ عجیب و غریب از اون روستای بازنشسته ها تو پونیویل هستی؟ من ستاره چرخونه ریش دارم. پدر ورتای آمونیومورفیک. اون کتابیه که بهت درباره تاریخ مبهم تکشاخو دادم نخوندی؟ به نظرم خیلی مهمه. شکلات به ما شکلات بدی. سلام به همگی. چه لباسای قشنگی. شب کابوس مبارک گرانی اسمی. من باید 5 ساعت پیش میخوابیدم. پپسکویک دریایی در خدمت شماست. این اولین شب کابوس منه. از وقتی که از ترانینکام اومد اینجا؟ نه، کلا این اولین شب کابوس منه. هی بچه بس دیگه بس وقت آب نباته. پای فکر نمی کنی مثل این کارای کم بزرگ شدی؟ برای آب نباته مدنی؟ اصلا ازش خوشت میاد؟ آره، لباس قشنگی توالت. تو مثل دلقکا شدی. یه دلقک؟ به کناره های این لباس نگاه کن. اینا با سم دوخته شدن. لباس خیلی قشنگی ها پدر بزرگ. پونی کوچولو، اسب کوچولو، دوست کوچولو، کی میدونه آخرش چی میشه؟ پونی با رفیق کی میشه؟ پر شادی، پر خنده، میشه چند تا سیب بگی ببنده. همش عشق و مهربونی، اینجا همه پاک و آسمونی، پاک و آسمونی. چی میشه؟ ستاره چرخونه ریشدار مهمترین آدم جادوگر پیش از زمان کلاسیک بوده. سلام. اون بیشتر از 200 ورد سخت داشته. اون حتی یه طبقه به اسم خودش درباره جادو تو کتابخونه کاندلات داره. وایسی توالت. شاید منم باید یه گروه درست کنم و به اسبای پاکوتا تاریخ درس بدم. شاید میبندم همه عاشقش میشن. تا نمیشه هی ببین رسیدیم. میخوای یه چیزی بگیریم بخوریم؟ توالت چیزامو نگاه کن. باورت میشه این همه. بعدش هم رفتم خونه چیلی. یه ماشم اونجا گرفتم. مگه نپی؟ معلومه که آره. و بعدم بایستدی منتظر گرانی. به این بودش. این کارت اصلا درست نبود. روشن کنید. اون زمان سنج قدیمی کو. این بهترین شب برای دست نگاه کن با اسمای چیکار کردی؟ این خیلی حال میده. اوه یه گروه دیگه اونجاست. شب کابوس مبارک اپل جک. سلام اسپایک، سلام توایلایت. چه لباس زیبایی. ممنونم. من یه اژدهام. منظورش من بودم اسپایک. باریش فکر کردم یه خواننده کانتری موزیک هستی. چرا همتون وایسادین؟ میخواین با هم چند تا سیب بخوریم؟ ممنون از همگی. به جشنواره شب کابوس خوش اومدید. و حالا همه بچه‌هایی که آب نبات جمع کردن باید همراه دوستمون زیکورا برن تا یک افسانه در مورد کابوس شب مهتابی بشنون. میگم اگه اون لباسی تنش نمو صداش ترسناکتر نبود. دنبال من بیاین خیلی زود. شما افسانه کابوس شب مهتابی رو خواهید شنید. خوب گوش کنید کوچولوهای من بهتون میگم که ترسیدن از این شب از کجا شروع شد. خیلی تاریک و ترسناکه.
از کابوس شب مهتابی که شما رو هوشیار میکنه. هر سال ما تغییر قیافه میدیم که خودمونو از چشمای شما نجات بدیم. اما کابوس شب مهتابی تنها یک چیزو میخواد، که همه اسبهای پاکوتا رو یک باره بترسونه. اون در آسمان اوج میگیره، اگه کسی رو نبینه میگذره. پس اگه بیاد و کسی نباشه، اکواستریا برای 1 سال در امانه. اگه لباسی بپوشیم که خودمون از کابوس شب پنهون کنیم، اون ما رو نمیترسونه؟ پس چطوری ما هنوز باز بهش آب نباید بدیم؟ سوال بسیار عالی بود کوچولوی من. در کابوس شب مهتابی تو نباید کسی رو برنجونی. اون با این آب نباتا شکم خودشو پر نگه میداره، اینجوری ممکنه که نیاد تو رو بخوره. همه بیان، این همه آب نباتا مای تو. پرنسس لوناست. ای مردم شهر، ما با حضورمان به شهر کوچیک شما زینت بخشیدیم تا شما پرنسس حقیقی شب رو ببینید. دیگه یه حیوان شب نیست، اما یه اسب پاکوتا هست که نیاز به عشق و تحسین شما داره. ما با هم میتونیم این شب وحشتناک رو به یک شب درخشان با غذاهای لذیذ عوض کنیم. همتون شنیدین؟ اون تو شب کابوس میخواد ما رو بخوره. چی؟ نه بچه ها نه، شما دیگه هیچ دلیلی برای ترسیدن از ما ندارین. جیغای شوق و لذت چیزیه که پرنسستون از شما میخواد، نه جیغای ترس. مادام مپر، پرنسس شب از راه رسیده. وای. شماها چتونه؟ خیلی خوب، اینجوری باشین. منم از اینجا میرم و باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. من میرم باهاش حرف بزنم. تو نمیتونی باهاش حرف بزنی، اون کابوس شب مهتابیه. من نیست. من دیدم که اون سرای سازگاری بد و به خوب تبدیل کردن، اما به نظر میرسه براش سخته با این شرایط سازگاری کنه، چون هزاران ساله که از اینجا رفته. پرنسس لونا، سلام. اسم من ستاره چرخان ریشدار. لباس زیبایی داری، اگرچه روش زنگوله کم داره. ممنونم. بالاخره یکی پیدا شد که بدون لباس من چیه. من اومدم که بهتون خوش آمد بگم. اسم واقعی من میدونی؟ توایلایت اسپارکل. تو بودی که اون صبحای همسازگار رو از من باز کردی و قدرت تاریکی ما رو از بین بردی. و اون کار خوبی بود دیگه، نه؟ بله البته، بیشتر از این نمیشد خوشحال بشی. اینطور به نظر نمیرسه. آره، ولی انگار دارین سر من داد میزنی. اما این صدای سنتی و سلطنتی کانترلته. این یک سنته که کلمه سلطنتی ما رو استفاده کنیم و با صدای بلند از این لباس ها استفاده کنیم. میدونین شاید این توجیه خوبی باشه که چرا حضور شما با این نتایج روبرو شد. شاید اگه شما یه جور دیگه وارد میشدین پذیرایی گرمتری ازتون میشد و جور دیگه؟ مثلا یکم با صدای آرومتر. اوه
ما هزاران ساله که در جای دور نگه داشته شدیم. ما مطمئن نیستیم که بتونیم. پرنسس اصلا نگران نباش. فلاترشای میتونه بهت چند تا نکته خوب بگه. اون دختر ظریف و سنگینی که صدای نازکی هم داره. از اینجا برو. ما تو شبای کابوس به مهمون خوش آمد نمیگیم. فلاترشای من هم تویلایت. تویی؟ کابوس شب مهتابی. کابوس شب مهتابی. یه لحظه وایسید. فلاترشای پرنسس لونا رو یادت میاد؟ خوشم اومد. همچنین توالت ساکت درباره زیبایی صدا صحبت کرد. ما ازت میخوام که به ما درس بدی چطور مثل شما صحبت کنی. حتما. میشه درسمون رو شروع کنی؟ بله. پس چرا شروع نمی کنی؟ چشم. صدای شما رو تقلید کنی؟ عالیه درسمون تموم شد. با صدای آرومترم میشه. این چطور؟ هست؟ بهتر شد درسته فلاترشای؟ بله. خب الان چی؟ چطوره؟ کم کم داریم یاد میگیری. و الان چطور؟ آره خودشه. ازت ممنونم فلاترشای عزیز. صدای معمولی ما حتما قلب مردم این شهر رو به دست میاره. فلاترشای تو باید ما رو قایم کنی. کابوس شب مهتابی اینجاست. صدای فلاترشای دزدیده. نه بچه ها صبر کنید. یعنی نه بچه ها نه صبر کنید. بی خیال پرنسس بیا نقشه بی رو اجرا کنیم. این فایده ای نداره توایلایت اسپارکل. اونا هیچ وقت ما رو دوست نداشتن و نخواهند داشت. دوست من اپل جک یکی از دوست داشتنی ترین اسبای پونیه که اینجاست. مطمئنم یه فکر میکنه. مواظب باش. اپل جک پرنسس دنبال یه خورده نصیحتن که چجوری بتونن اینجا بمونن؟ واقعا؟ یعنی خیلی آسونه. فقط باید یکم اخلاقت درست کنی، یکم راحت باش، مثبت باش، کمی بازی کن و خوش باش. خوش؟ اون خوش بودن چیه که میگی؟ مثلا خوشحالی چیه و باید چی کار بکنی؟ باید اون عنکبوتا رو پرت کنی رو اون تور. آره پرنسس تو میتونی. پرنسس شما داره خوش میگذرونه. خوشه دیگه. چه راهایی هست که بشه اینو تجربه کرد؟ پرتابش کن پرنسس. های خوشگذرونی 2 برابر شد. چرا سعی نمی‌کنی یه سیب برداری پرنسس؟ ما اینجا بهترین سیبا رو داریم. من از همتون میخوام که منو لونا صدا بزنید. باشه اپل جک، صدامو شنیدین شهروندا؟ همتون منو لونا صدا کنید. به من اون سیبه رو نشون بده. وای هی بچه ها کسی پیپو دیده؟ ما وقتی داشتیم فرار میکردیم کابوس شب مهتابی داره میخوردتش. کمک کمرم خورد شد. این یه دروغه. کمر اون خورد نشده. تو نمک نشناسی. عادل باشید لطفا. عقب نرین. به من نزدیک بشین. بیاین با هم خوش بگذرونیم. وای زیاد خوش نگذروندین. پس به این چی میگی؟ هورا! الان چند تا امتیاز میگیرم ها؟ فرار نکنید. به عنوان پرنسستون بهتون دستور میدم.
فریاد نکشیم. نه توایلایت اسپارکل، ما باید صدای سنتی و سلطنتی کانترنت رو برای چیزی که میخوایم بگیم استفاده کنیم. حالا به جای این که از پرنسستون نترسیم و اون رو دوست داشته باشیم، به اون رو این جشن بی‌احترامی کردیم. ما حکم میکنیم که شب کابوس کنسل بشه. شماها هیچ وقت شب کابوس نخواهید داشت. لعنتی، همه چی خوب بود. لونا و همه مردم شهر خوشحال بودن. الان ببین. اما من فقط یه آدم غول برای یه سری بد می‌خواستم. هنوز تموم نشده. میخوای چی کار کنی؟ بهترین کار ممکن رو میکنم. باهاش صحبت میکنم. پرنسس، تنها هم بذار توایلایت اسپارکل. پرنسس، من متاسفم اونجوری که میخواستیم نشد. ولی باور کنین وقتی بهتون گفتم کابوس شب مهتابی یکی از معروفترین جشنای ماست، راست گفتم. بله، واضحه. با صدای زیبای جیغ زدن بچه ها وقتی که فرار میکردن. پرنسس، نه دیگه حق نداری نه داد بزنی نه جیغ بکشی، فهمیدی؟ یه چیزی هست که میخوام ببینی. بهت قول میدم که امن باشه، ولی واقعا باید فریاد نکشی. قول میدی فریاد نکشی؟ پینکی پای، تو پرنسس لونا رو یادت میاد؟ همونی که بچه ها رو از من ترسون داره؟ اومدی که صلح بسازی، درسته؟ کابوس شب مهتابی! رینبو! اون عوض شده پینکی. اون دیگه شیطانی و ترسناک نیست. اون مطمئنا دیگه نمیخواد شماها رو بخوره. خب آره معلومه. خودم میدونم. اون هم اندازه منه. چجوری میخواد منو بخوره؟ پس چرا جیغ میزنی و از دستش فرار میکنی ها؟ بعضی وقتا خوب باید بترسی دیگه. خوبه؟ پینکی تو یه نابغه ای؟ نه نیستم، من یه مرغم. پرنسس لونا، من بالاخره فهمیدم چرا سخته که کسی دوستتون داشته باشه. من خیلی غمگینم. چی کار باید بکنم؟ با من بیاین، تو راه همه چی رو بهتون میگم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم این اولین آخرین شب کابوس زندگیم باشه. بیا پیپ کوچولو، اخم نکن. شب کابوس تموم نشده. هنوز باید آب نبات بدیم. پس کابوس شب مهتابی بذار که زنده باشیم. آره بچه ها، عجله کنید. چه فایده داره که این شبو بدون پخش کردن آب نباتای سالن جشن بگیریم؟ نمیخواین که اون بیاد و شماها رو بخوره؟ میخواین؟ گلگیز رینبو منو کشته. بیایید بچه ها، این به نظر شما جالب نیست؟ شب کابوس خداحافظ برای همیشه. شهرم‌های پلیدی، شما کار بسیار درستی کردین که آب نبات‌ها رو برای من آوردین. از این مهربونیتون خیلی خوشم اومد. پس من اینا رو به جای شما میخورم. من مطمئن نیستم کاری که دارم میکنم درست باشه. توایلایت اسپارکل، صبر داشته باش. برای چی؟ برای اینکه اونا بیشتر جیغ بزنن ها؟ پرنس لونا، میدونم دیگه شب کابوسی وجود نداره، اما فکر میکنی که بتونی سال دیگه هم بیای ما رو بترسونی؟ آره؟ بچه، واقعا تو داری میگی دوست داری که من تو رو بترسونم ها؟ خیلی جالبه. ترسناکه اما جالبه.
واقعا؟ بله، این شب کابوس مهتابی شب مورد علاقه منه. خیلی خوب پس ما اون رو بهتون برخواهیم گردوند. واو، تو پرنسس مورد علاقه منی. ها؟ گفت آره بچه. دیدی؟ اونو تو رو واقعا دوست دارم پرنسس. واقعا این حقیقت داره؟ او بهترین چیزی که منظورم اینه که این یکی از بهترین شباست، نه؟ پرنسس سلستیای عزیز، وقتی شما منو به پونیویل فرستادین من هیچ چیزی در مورد دوستی نمیدونستم. ما امروز یه اسب پاکوتایی رو دیدیم که همین مشکل رو داشت. خواهر شما پرنسس لونا بهمون یاد داد که یکی از بهترین کارهایی که با دوستی میتونی انجام بدی اینه که اونو به بقیه بدی و بهشون کمک کنی تا خودشونو پیدا کنن. خوشحالم که گزارش بدم همه مردم پونیویل یاد گرفتن که اگه کسی ترسناک یا حتی وحشتناک به نظر میرسه بازم به اون دوستی پیشنهاد کنن و بعد از اون یه شخص کاملا زیر و رو خواهید دید. و حتی اگه لباس ستاره چرخی ریش داره منم زیاد خوب نبود، امشب بهترین شب کابوسی بود که من تا حالا داشتم.